این سعیدش باز کیست؟ چرا تو امروز نشنیدیم؟ از کجا دانم پسرم؟ دوگانه‌هایش هم اینطور گفتند. ما از پس سعید تا یک خانه تعقیب کردیم، اما امینه رو در اونجا نیافته برگشتیم. پسرم، او پلیس جیغ زدن خواست. پلیس جیغ زدن لازم نبود. ماندون جوان با من بخورد؟ یگان عکسش رو ندارید مادر؟ رویش بکی مانند است. نمیدونم پسرم، ندارم. تو هم یک دم آرام شده میتوانی؟ یک عکسش بسنده است. اگر به زیر زمین درآید هم او رو مییابم. آسیا کامپیوتر رو بیار. چیکار میکنی؟ مگر نسبی او بازکیا نیست؟ حتما در یگان شبکه اجتماعی بودگیست، در فیسبوک یا یگان سایت دیگر. پسرم سرت را به بلا نمان، التماس آرام شو. مادر مگر حالا همسرمان در بلا نیست؟ نیست امینه، نیست. رفت امینه. قهرمان دامت رو گیر. اگر لازم نشویم هیچ گازم نمیزنیم. اینطور نگوید اگر مرحمت نیست. چی می‌نویسید؟ مادری اوگایم ضیافت میکنه. تو هیچگاه آدم نمیشوی. شناسوی این جوان زیبا سعید، اینش باشد یاسین. سلام. یاسین چی شد؟ تو او را میشناسی؟ اول کمی صحبت، اما بعد از اینها در جامشان میاندازند. پس از نیم ساعت سرشان درد کرده چرخ میزند. بعد از آن یک تاکسی را جیغ زده با بهانه کمک نمودن راست به خانه جناب قهرمان میآورد. آن طرفش را وی حل میکند. چرا حل میکند جناب قهرمان؟ بعد چی میشه؟ دوستم اینقدر ساده بوده. درباره فروش عضو بدن نشنیده؟ برای یک آدم $10,000 میدهند. این کم است. یاسین از تو میپرسم، جواب ده. او را میشناسی؟ نه نمیشناسم. یاسین با کجا؟ کمی سیر و گشت کرده میایم اکا. من هم میروم. نه اکای کمال، من تنها بودن میخواهم. یاسین ببخشید در خطا کردم. امینه دارو پشت دختر. در اینجا بودنت رو میدانم. سعید دیگر راهی گریز ندارد. مایلش هیچ کار نمیکنم. در آکوشوی صحبت میکنیم. امینه ای برادر، در این وقت شب دیوانه شده ای؟
شما از پس کارتون شد. دختر من در اینجا است. دختران این خانه صاحب ندارند. دختری من مثل آنها نیست. دختری من امینه است و من پدری اویم. پلیس را جف زنید. جف زنید. هر کاری که میخواهید کنید. من پای خانه میدرایم. یک علاج کردن میدرایم. کنی؟ امینه گوش کن. باز همراهی سعید هستم نگویی. یگون چیز دیگر گوی. مرا نادرست نفهم. من با پدرت و آن مردی همراهش بوده جواب دروغ دادم. من همین طور دانند. فکر میکنم دیگر با من وا نمیخورند. یعنی از این پس همین طور میشود؟ مگر من به تو نگفته بودم که جدیم؟ خدا خواهد نصیب وقتش که رسید دسترخوان کرده به خواستگاری میرویم. راست میگویی؟ تو چی فکر کردی؟ آخر من به تو نمیتوانم. امینه دخترم من آمدم. پدرت آمد. امینه برو آخر. ای انسان تو چی کار کردی؟ کنی برو. دخترم را نبینم با هیچ کجا نمیروم. را در بیرون انتظار شو. برو. برا سانی را کرد. برا بسیار گپ نزن. سردید رو از اینجا. دیگر تو را در اینجا نبینم. این پدرم است. پدرت؟ اینجا رو چطور یافته است؟ بیا مرا ندیده از اینجا رویم. اکای قهرمان یاسین آمد است. به نزدتان درآید؟ مان درآید. با دست او با پا داو میگویند. چه گپ شد؟ قرضت رو آوردی؟ نه اکا، اما البته یکون روز میارم. این دفعه برای چیز دیگری آمدم. چی بوده است؟ خواهرم گم شده است. اکای قهرمان التماس کمک کنید او رو یابم. تنها شما میابید. خواهر یاسین زنگ میزند. او را هم به شب نشینی میبری؟ البته اکا. بگذار چشمانی وی هم شده شود. تو چه خیلی انسانی هیچ نمیفهمم. ای به ناموس، تو دیگر دختر نیافتی که خواهر یاسین را میبری؟ این عشق است اکا. خواهرت گم شده باشد به من چی؟ مگر من به تو شعبه کافت و کابیم؟ اکا همان سگ بچه که با من شناس کردید کو سعید همراهی او بوده است. شما آن لعنتی را یافته میتونید. آخر امینه چون این دختر نیست. حالا 16 ساله است. التماس به سرش بلای ناآمده او را نجات دهید. التجا میکنم اکا کمک کنید. یاسین، اکنون من هم غمگین شدم. این سید حریف اگر دختر را به چنگک گرفته باشد به آسانی رها نمی کند. وقتهای آخر او را نمی بینم. نمیدانم در کجا می گردد. اکا التماس خواهرم را یابید. شما اگر امینه را صحت و سلامت یابید سگی درتا می شود. گپتان را دو نمی کنم. التجا می کنم. التماس امینه را یابید. خواهرم را نجات دهید اکا. پسرم، من به تو نگفته بودم که دوست دیرینه دشمن نمی شود. میلش به خاطر روزهای گذشته به تو کمک میکنم. این نیکی شما را هیچگاه فراموش نمی کنم اکا. پسرم، اگر تو فراموش کنی هم من نمی کنم.
چیکار کنم نمیدونم. اکنون به خونه هم رفته نمیتوانیم. پدرم خیلی قهرآلود بود. من به تو چی گفتم؟ اگر افسون نمی بود مرا پاره پاره میکردن. سعید اکنون چیکار میکنیم؟ یگو فکر کن. فکر میکنم. امینه گیره رو بس کن. اکنون در میهمانخانه هم مانده نمیتوانیم. در این نیم شب به کی زنگ میزنیم؟ اکای قهرمان؟ در کجایی ابله؟ در همین جا اکا. همراهت کیست؟ چی بود؟ خواهر یاسین است ها؟ آن دختر رو از دست نده. به یادت هست لازم می شود گفته بدم. بله اکا. انا اکنون لازم شد. او را احتیاط کن. باز یکان کاری خطا نکنی. خوب شده است تو. برای من خانه لازم است. این آسان است. به خانه‌ای در نزدی ساحل بوده من روید. از آنجا هیچ جا نبراید. دختر را در همه جا میکابند. از من خبر را انتظار شو. خوب شده است اکا. با چشم. خوب شده است. میدونی برای من کاری نمیشدگی وجود ندارد. جایی یافتی؟ امینه جای شاهانه یافتم. آرام شو ملکم. تو خوش.
جواب ده، این تلفن رو از کجا یافتی؟ کنی جواب ده، خوردم رو من. کنی گپ زن، این تلفن رو از کجا یافتی؟ من با تو چی گفته استادم؟ کنی باجرش گذار؟ از کجا یافتی؟ گوش کن، اگر جواب ندهی دسترخوان رو جمع میکنم. خیر مایلش گپ بزنم. از ماشین آن اما یافتم. وقتی یافتند این کار میکردی یا نه؟ صدایش نمی برآمد و فکرم ویران شده. فهمم. یعنی کمیسر عزیز ما رو ترساندن میخواهد. گیر. اینش رو هم گیر و بالا برو. چیکار کردی پسرم؟ تا صبح امینا را کافتم مادر، اما او را نیافتم. زیق نشو، میآید. بیا رفته قهوه نوشی. بیا. با پلیس نرفتی آخر پسرم؟ نه نرفتم، اما با فکر مجبور میروم. با فکر من هم باید با پلیس روید، اما برای امینه نه. گوش کن شرف، عقلت رو کار فرمون. تو از پس امینه سرگردان میشوی ولی کمیسر عزیز از پس تو میگردد. خدا نگه دارد. چی رو انتظار است من نمیفهمم خانم نباید. گویا پسرتون موسیقی بگناه باشد. اصلا ما باید بترسیم. کنی گبزن چی فکر داری؟ تو سخنهای کمیسر رو نشنیدی مگر؟ با نزدیک اون نوا رو برقرار میکنند، اون وقت رو حبس میکنند. امینه دیر یا زود به خونه بر میگردد، اما تو باشی فکر خودت رو کن. تو کنی با من فهمون باید چیکار کنی؟ پیش از اون که اون نوا رو برقرار میکنم باید اون تلفن رو به دست بیاری. چی طور؟ تو چی ها میگویی؟ مگر این کار آسان است؟ بله آسان نیست، اما دیگر چاره نداری. گوش کن شرف، فکر کن. حالا جسد رو نیافتن، اما اگر نوا رو برقرار کنن تو مردی. رفتیم. خیز. بسرم یک فکر آمد. برای امینه رو یافتن عریضه میدهیم گفته و درون میدرویم. من گویا از یکی از خوش میروم تو باشی و حجره کمیسر عزیز در آمده تلفن رو میگیری پسرم. مادر اگر دست که شام محو بگردیم مجبوریم پسرم. یک بار سنجیم، اگر تلفن رو گیریم نجات میودیم، همش با آخر میرسد. رفتیم پسرم. الو سلام، من افسونه فکر با کمیسر عزیز صحبت کردم میخواهم. مالش انتظار میشم. الو یک لحظه. سلام، با کمک شما نیاز دارم کمیسر. بخیر است؟ شرف و خانم نباهد با شعبه پلیس میروند. صحبتشان رو شنیدم. آنها میخواهند تلفن رو بدزدند. با فکرم شما راست میگویید. شرف در خصوص پینار چیزا رو پنهان میدارد. من سخت میترسم، التماس کمک کنید. آرام شوید خانم افسان. از شعبه پلیس چیزی دزدیدن البته آسان نیست، اما باز هم خوب شد که خبر دادید.
ما چاره‌های ضروری را خواهیم دید. مالش تشکر زیاد. تیار شو جونکم، با یک جا میرویم. باز با کجا میرویم؟ با جای دور میرویم. رفتیم. لابایکا یاسین، خواستم از صبح به تو مژده رسانم. جویش را یافتید؟ مگر از دستیمون میگریزد؟ البته یافتیم. مبارک شود. خواهرت صحت و سلامت است. زود باش، رفته گیر. مالش که حاضر میروم. تشکری زیاد. نه من خودم رفته میارم. خودم میروم. سلامت باشید. تشکر. یافتن مادر جان، امینه رو یافتن. براستی او رو یافتن یاسین؟ چطور؟ از کجا یافتن؟ بگاه به نزد یک شناسم رفتم. گفتم که اکا خواهرم گم شده از یاری دیدید سحر او رو یافتم. کما این خیلی باشد زود رفته او رو میاریم. تو سراغش رو میدونی؟ میدانم، ولی شما ایستید، من خودم میروم. نمیشود، من هم میروم. او رو با دستانی خودم گرفته میارم. به سعید زنگ زده، تلفن رو به من ده. مرحمت. سعید، وقت تمام شد پسرم. مایلش اکا، من اکنون چیکار کنم؟ با تو چه شد سعید؟ نه اکا، چرا این طور میگویید؟ از کجا دانم؟ صدایت کنده میآید. احوالت به من معقول نشد. نه اکا، همش خوب است. ما خوبیم. بگذار خوب باشد تا بد نشویم. دختر خوب است ها؟ خوب است اکا، خیلی خوب است. با او چیزی نشده است؟ این طور باشد شد. تو با یگان بهانه از خانه برا. او چیزی را نفهمد. برای چی؟ کارت چی ابله؟ برا گفتم برا. مایلش اکا. حاضر یاسین می آید. گویا خواهرش را ما یافته ایم. فهمیدی؟ فهمیدم اکا. به من گوش کن. اگر درد سر خریدن نخواهی از آنجا دور شو. دوامش را من حل میکنم. کنه زود باش. من مردم. تو به حضور تلفن رو کن. من خودم رو به بیهوشی زده همه رو به پا میخیزانم. همین خوب هست پسرم. کنی بیا با من تکیه کن پسرم. زودتر اون تلفن رو یافتم و رو نجاده. کیف آماده است؟ آماده شد سردارم. از اینجا حجرتان را نظارت کرده میتوانید. ارهان دقت جلب نکنید. مالت به حضور حجره را کابد. هر یک عملش علیه او دلیل بشود. همه آمادن سردارم. آفرین. آنها به بنا در آمدن سردارم. تشکر، فهمیدم. کو ارهان آغاز میکنیم. خوب شده است. کو بینیم آقای شرف و مچخل نمایش نشانه داده باشد. از دخترکی من چی میخواستند؟ آه خدا جزای آنها را دهد. کی از خانه برآمد؟ ما نمیدونیم، از خانه مادرش گریخته است. گویا چند سال رو ندیده باشم. چند شب باز خوابم نمیبرد. خانم آرام شوید. ما این طور کار کرده نمیتوانیم. من به نزد دوگانه‌هایش رفتم، پرسیدم، قهوه خانه ها را هم دیدم، اما در آنجا هم نیست. تقریبا چند ساعت باز اون نیست؟ نبرم. خانم التماس آرام شوید.
واقعی کمان شما رو خیلی تشویش دادیم. چی خیلی تشویش فریده؟ همین هم مثل آسیا دخترم است. برای او در خواطرم. این قدر را پیاده میگشتی. یاسین خواهرت خودش تنها بوده است. من نمیدونم اکا. حاضر همراه رفته او رو میبینیم. آنهایی که امینه رو یافتن دکش نگفتن. این آدم ها کیند چیکارند؟ مگر از برای ثواب این کارو کردند؟ نه البته یک شناسم است. دستی دراز دارد. از او خواهش کردم شکر رد نکرد کمک کرد. گوش کن. باز امان آدمی در فکرم بوده نباشد. تو باز به نزد قهرمان رفتی. یاسین نه اکا شما چیا میگید؟ بعد اینقدر کار من با قهرمان چیکار دارم؟ اول دخترم رو صحت و سلامت یابم، بعد خودم رفته به همان شناست مینداری بیان میکنم. انا آن وقت که بودنش رو میفهمیم. اینار بخیر است، بر وقت آمدی. فکر کردی چون این لحظه خوب رو از دست میدیم؟ مالش همینجا انتظار شو، ما از بانک پولها رو گرفته میآییم. تو پولها را بیار، ما با خیریدین جان تو را انتظار میشویم. برای چی؟ فینار، من برای این کودک شده جانم را در خطر گذاشتم. تا پول را از تو نگیرم کودک را نمیدیم. رو پول را گرفته بیار. نفس کشیدن نمیتوانم. نفسم تنگ شد. نفس کشیدن نمیتوانم. نفسم تنگ شد. آرام شوید مادر. نفسم تنگ شد. شرف دارویم رو بیار. آی دارویم. آب در کجاست؟ آب بیارید زودتر آب. ببخشید من شرف دارویم رو بیار. ببخشید. تو بیچاره اختیار بی‌طالع بوده ای. دخالت کنیم سردارم؟ نه ماند کمی دیگر کابد. باز در دلش یگان آرمان نماند. چه پول نیست. چی گفتم میخواهید؟ صورت حسابتون رو محکم کردن. درخواستی از پلیس اومده در همین جاست. آخر چطور آنها با من خبر نداده این کارو میکنند؟ نمیدونم، به ما چونین فرمان دادن. اگر خواهید به شعبه پلیس رفته فهمید. چی میزند؟ مالش تشکر. سلامت باشید. کمی بهتر شدید خانم؟ خوبم. این خیلی آبی خوب بود. از آبی کجاست؟ دلم سوز می شود. به فکرم از هوش می روم. یاری ده. دلم سوز می شود. یاری تازی رو جشنه. دلم از هوش می روم. انا هوشم رفت. خیریدین در کجاست؟ خیریدین خوب است. پولها کجاست؟ پول مول نیست. آن ابله به سر ما هم بلا شد. چه خیلی پول نیست نه؟ تو مرا احمق میکنی؟ پول نیست آخر نمیفهمی؟ بانک حسابم رو محکم کردن. نگریزن گفته حسابم رو محکم کردن. تو چیکار میکنی؟ باید باوری حاصل کنم که مرا فریب نمیدی. کمیده اکنون باور کردی؟ و من فرقی نداره. من پولهایم را میخواهم فینال. چرا نمیفهمی؟ گفتم که پول مول نیست. میابی.
من کاری به دوشم بوده رو اجرا کردم. اکنون نوبتی توست. تو با کجا می روی؟ پول را که گرفتی به من زنگ زد. خیردین چی؟ باز خیردین هست ها؟ پول را آورده خیردین را میگیری. در را کشو. تو این کارا کردن نمیتوانی. تو رو محو میکنم. از این کارات خیلی پشیمان میشوی. پسرم را از دستت میگیرم. چی شد؟ در را گشاده توانستی؟ بله توانستم. همراه می داری؟ تو انتظار شو. آقای شرف، بیهوده سرگردان شدید. ما هم خیلی کفتیم اما چیز یافته نتوانستیم. دختری من در این جایها چی کار میکند؟ امینه! یاسین، باوری داری که همینجاست؟ پسرم خواهر در اینجا نیست. مرا ببخشید مادر. نکن. اگر این کارو کنی مادرم تو رو جنگ میکند. به این هم مادرم مرا نمیبخشد. مرا مثل تو دوست نمیدارد. امینه! امینه! یهودا فریاد نزن فریده. خیلی میبینی اون رفته است. اکای کمال در کشاده بود. باید او در همین نزدیکی ها باشه. امینه! دستم رو سرده. نمیدیم. تو کاری نکرده ای؟ کردم.
مادرم را رنجاندم، او را گوش نکردم. میخواهم وقت را با قفا برگردونم. آرزو داشتم که به جای تو باشم، لیکن اکنون دیر شد. در خاطر داری؟ وقتی که خود خواب بودی مادرم میگفت که خواب کن. خواب کنی در دو غمت میگذرد. چشمانت را پوش. میگذرد. التماس رفت. آرام شو فریده، آرام شو. به کجا رفته باشد؟ آمینا، برگرد دخترم، برگرد. بعدم میدهم که دیگر تو را جمع نمیکنم. اکا شما باوری دارید که در همین جان؟ وقتی که ما اومدیم درک شده بود. نه، همه جا رو دیدم، در خونه کسی نیست. گوش کن، تو به من جای سعید را گفتی، من هم گفتم. معلوم می شود که همراه نبودند. اکا او چند وقت شده است که از پسی خواهرم میگشته است. شاهد دارم. آرام شو یاسین، آرام شو. شاید به تو دروغ گفتند. دخترم اینقدر مرا عذاب نده آخری. فریده بس کن. کاش همه چیز را فراموش کنم. چشمانم را کشایم که در خانه من باشم، در نزد مادرم. کاش درد را احساس نکنم. خیر. تو پروا نکن. من خواهرت را کافته سودم. همین که یافتم به تو خبر میدهم. لیکن به من گوش کن. تو آرام شده کار را به همه آوازه نکن. فهمیدی؟ مادامی که مناسبتمان خوب شده است دوباره آن را ویران نکن. فهمیدم که فهمیدم. به من نگر. آن سعید لین را یافته نزد من بیاره. دختر را گریزانده چیکار کردنش را دانستن میخواهم. فهمو. من چیکار کردم؟ بره را به دست گرگ سپردم. حالا باشد از پس این حیوان صفت سرسان سرگردانم. در یکان جای نیست یاسین. اون کسانی که به تو یاری میدهند که هایم امینه را دیدم. من هم نمیدونم. در نزد شما به من زنگ زدم. این خیلی باشد با آنها زنگ زده پرس. زنگ زدم پرسیدم نمیدونستم، لیکن میافتم. پسرم با اون آدمان یک بار دیگر زنگ زن. ما با آنها صحبت کنیم. من نمیشود آقای کمال، خودم حل میکنم. یاسین جانی خواهرت در خطر است. چرا نمیگذاری که با آنها صحبت کنیم؟ کیستند آنها؟ مادر جان اگر گویم آنها رو میشناسید ها؟ تو تلفنت را ده. اکا تلفن رو دهید. دست نرسان. وای 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 وای.
یاسین با قهرمان همکاری داشته است و ما به خبر فریده. قهرمان گفتید؟ حیفی تو یاسین. مادر شما نادرست فهمیدید. او زنگ نزد، من زنگ زدم، من یاری خواستم. خاموش، چیزی شنیدن نمیخواهم. مادر عاقبتش خوب نمیشود. هیچ کس نفهمد گفت. چرا؟ مادامی که یاری میدهند چرا میترسند؟ رفتیم فریده، رفتیم. آقای شرف، یک روی نکنید آخر. از روزی به امنیت آمدنتان این جانب از پستان هستیم. سبب آمدنتان را خوب میدانیم. از همه بدش مادر پیرتان را به این کار همراه نمودید. آقای کمیسر، در اینجا نفهمی هست. یعنی ما برای امین آمده ایم. آقای شرف، نگذارید که مادرتان دروغ گویند. بهترش حقیقت را نقل کنید. حاجت به نقل کردن نیست. مادامی که این طور است، شما چرا از پس آن تلفن نگشتید؟ گمان کردید که با این راه دلیل ها را از شعبه پلیس دزدیده بیگناهیتان را اثبات بکنید. همه کارهای کردهتان را ثانیه به ثانیه تماشا کردم. چطور با طرز زنگ زدنتان را، چطور خواطر شدنتان را. بهترش اکنون پنهان نکنید. من چیزی رو پنهان نمیکنم کمیسر عزیز. تا آمدن ادوکاتم چیزی نمیگویم. مالش تولگه، هر دو اینها را به نظارت خانه بر. با فکرم ما باش مفهمونده نتوانستیم. ما چیزی رو نمیدونیم. شاید در آنجا به خاطر آرید خانم نباید. خزد همراه من میروید. خوش آمدید خانم افسون. من با شما شد برو اکنون از اینجا. وای خانم ادوکات شما رو. کدام ادوکات؟ با شما زنگ زده است. تلفنتون خاموش گفت که زنگ زنید. خوب فهمو تو رفت. بخیر است؟ بله میدونم. شرف و خانم نباهت از شعبه پلیس هستند. خدا دستگیر کردن؟ صد افسوس. نه به هیچ کجا نمیروید. اینجا بیا. ابله ایستا. به تیرمیزک تو را سخت جزا میدیم. ایستا گفتم. با تو چیزی گویم همون رو کن. تلفنت رو خاموش کن تا با تو در تماس نشوم. و فکرم از کی معاش گرفتنت رو فراموش کرده ای. خیر اینش تمام. حالا باشد نوبت اقرب. با آتش بازی کردنش رو نمیدونم. سوزن رو به انگشتی خودش میخوام. نپرتا گفتم. تو تیرمیزک حالا گوشت رو میبورم. نمیتواند مرا زود به خونه روزم بره. گوش کن، من به تو چی گفتم؟
ابله مگر من به تو نگفته بودم که آن دختر باید در آنجا ماند؟ اکا به خدا قسم همونجا بود، خودش بر اومده است. چطور خودش بر اومده است؟ تو با آن دختر چیکار کردی؟ آن دختر حالا 16 ساله است. اگر نجات یافته به پلیس همه چیز را نقل کند چه؟ مادر جان ایستید، این خیل در اومده نمیتونید. ایستید، اول من رفته صحبت کنم. از این پس خاموش میستی، من گپ میزنم. در جایت است. دستت رو فرار. اگر نه فرارم چی؟ حاضر به اینجا پلیس رو جیغ میزنم. اکا در اینجا نفهمی است. من همراهشون هستم. تو رفته به اکای قهرمان خبر دی. صحبت کرده میروی. دست نرسوندم، قسم میخورم چیزی نکردم اکا، دست نرسوندم. اکای قهرمان یاسین آمده است، مادرش هم همراهی است، او رو میکوبند و باز پلیس رو جیغ میزنیم گفتند. ابله من با تو چی کار کنم؟ تو به سری من چی بلا آوردی؟ تو چی خیلی انسانی؟ اگر به پلیس خبر داده باشند میدانی چی میشود؟ اکا خوکی پایتان شم، از برای خدا مرا با پلیس نسپرید اکا، التجا میکنم. او را گرفته برید حالا کارم با او تمام نشده است، برید او را. اکا التجا میکنم، در اینجا بودنم رو نگوید، مرا با پلیس نسپرید اکا. مادر ایستید، و کجا میروید؟ هنوز جیغ نزدن؟ این تر باشد خودت انتظار شد. آخر تو نگهبانی قهرمانی، هر وقت بیا گفت میدروی. گوش کن، اگر خواهی یک کرسی گرفته نشین تا پایه‌های درد نکند. دخترم کجاست؟ اکای قهرمان من. گوش کنید خانم فریده، باری اول است که هر دویمون از یک طرفیم، من هم او را میجویم. گپ را دراز نکن، دختر در جایی گفته‌ات نبود. اگر با او یکون چیز شده باشد بیارید او را. کی را؟ امینه را؟ او همینجاست. من پرسیدم، از دخترتون خبر ندارد، مرحمت باز شما پرسه. سعید ابله بیناموس، خواهری من در کجاست؟ به خدا من او رو ندیدم. دیشب دخترم رو به کجا بردی؟ همراه تو نبود مگر؟ من دیروز شب تنها بودم، او رو ندیدم، نمیدونم. پس چرا به یاسین زنگ زدی؟ چرا دختر رو یافتم گفتی؟ یاسین سعید را خواست، سراغش را پرسید، من هم سراغش را گفتم، همش همین. دروغ نگویی. دروغ نمیگویم خانم فریده، من هم دختر دارم. غیر از این من اونقدر بی عقل نیستم که به یک دختری 16 ساله ضرر رسانم. یاسین سعید را خواست، من هم یافته آوردم، همش همین. حالا باشد برآمده روید، دوستی امان به دشمنی تبدیل نیابد. دور ایستید تکا. اکای کمون، سلاحت را پرتا. دستانت را میشکنم، نزدیک نشوید. سلاح را پرتا وگرنه خوب نمیشود. گپ زنم امینه در کجاست؟ به خدا نمیدونم، من امینه رو ندیدم.
از روبچینی خانه بیزار شدم. جارب رو بیار، من این جایها رو تازه کنم. ملش حاضر میارم. باری آخر میپرسم امینه در کجاست؟ سرگت میگویم. مادر یاسین سرگت یک کار در اینجا تمام نمیشد. برای ما تمام شد. کنی زود از اینجا برآمده روی. یاسین با همه اینها تو جواب داری، دانسته باش. به شرم نداشته تهدید میکنید؟ خودی حاضر به شعبه پلیس میروم، همش رو نقل میکنم و شما جزای کارهای کردهتان رو میبینید. رفتم یاسین. کنی پسران یاسین رفت مادرت رو باز دار. اگر به پلیس رود عاقبتش را خودت میدانی. زودتر. در 40 سال باری اول راست میگویی؟ راست میگویم، من گناهکار نیستم. چه شد؟ الو آقای قهرمان، من و همسرم برای روبیچین به خانه شما آمدیم. یک تلفنی موبیلی افتیم. شاید از آدمان شما باشد، گفته پرسیدن خواستم. تلفنت در کجا سعید؟ در کیسه‌ام اکا. کنی با امینه زنگ زن. با امینه؟ بله با امینه. اکا زنگ زده با او چی میگویم؟ احوال پرسی میکنی. زنگ میرود اکا. زنگ رفت؟ بله زنگ میآید. آقای سعید زنگ میزنه. اکا جواب دهم؟ نه بردار. پول تلفن سعید تمام نشود. عاقبت زنگ زننده بد میشود. اکا تلفن رو چکار کنم؟ شنیدی تلفن رو چکار کنم میگوید. جونت رو خلاص کن، من هم خلاص میکنم. خیر میلش. اکا دختر تلفنش رو فراموش کرده باشد، گناهی من چی؟ ابله، بی شرف، بی ناموس، تو همین طور کار میکنی. دختر در کجاست نمیدانی؟ تلفنش در کجاست اون را هم نمیدانی؟ اگر تلفن را کسی دیگر میافت چی؟ هر دویمون در حبس میپوسیدیم. بی ناموس، تو برای مرا دستگیر نمودن به نزدم آمدی ها؟ کور نمک. او را برده نغزه که خوشش را به سرش آرد. اکا خواهش میکنم دیگر تکرار نمیشود، قسم میخورم اکا. من دیگر نمیدونم از پسی کدامشون شوم. یکیش را مییابم، دیگرش را از دست میدهم. فریده آرام شو. آخر چی طور آرام شوم اکای کمو؟ دخترم نیست، امینه نیست، گم شده است. یاسین دیدی چی کار کردی؟ چه راه را زدی؟
مادر التماس به اونجا نروی. پس چی کار کنم پسرم؟ از خواهرت دست کشم؟ مادر اکه قهرمان مرا میکشد. خودتون دیدید که او درباره امینه هیچ چیز نمیدونستند. تو هم باور کردی همینطور؟ مادر جانی من در خطر است میگویم. با او قبول دادم. تو رو به این کار همراه نمیکنیم گفتم. اگر به پلیس خبر دهید مرا میکشد. خواطر نشو. اول من او را میکشم. مادر اگر از آن در دروید من میمیرم. فریده بیا یک مشورت کنیم. به خواست خداوند کسی از این دنیا نمیرود پسر. فهمیدی؟ رفیق کمیسر باز چقدر آنها را در اینجا نگاه می‌داریم؟ شرف چند بار شد که بعد وقتش زنگ زده ایستاده است. باز یگان مشکلی نشود. برهان من برای همین آنها را نگاه می‌دارم. غیر از این خانم نباهات را تنها پرسش کردن می‌خواهم. فهمم کمیسر. رفیق کمیسر زنی از چاه برآورده را یافتیم و به مورخانه مرکزی بردند. کو بینیم به اینش چی پاسخ میداده باشد. من ادوکاتم رو میخوام. مرا از اینجا برارید. شما نمیشنوید. من زنگ زدم میخوام. شما مرا میشنوید. حق ندارید مرا نگاه دارید. داد نزن. چرا داد میزنی؟ تلفن رو ده. من به ادوکاتم زنگ میزنم. ما زنگ زدیم نمیبردارد. به این هم حجت نماند. آزاد میشه. چرا آزاد میشم؟ زنی از چاه برآورده را یافتند. کمیسر عزیز برای انیق نمودن رفت. بخشش کمی دیر موندم نورگل. هیچ گپ نه. معاینه رو من با آخر رساندم. یگان تغییرات هست. هر دویشان یک خیل. حالتشان وزنین. اینش پرتقد بوده است. او را پراندند. دیگرش را از آب یافتند. یگان کس به سراغشان نآمد. خبر دادند لیکن حالا کسی نآمده است. مایلش تو رو بین همان دیر موندم. من کار رو دوام میدم. با تو برای کار. تشکر. شما به ما لازم میشوید. من همه چیز را به شما نقل کردم. دخترم در دست قهرمان گفتنی شخص است. التماس یگان کار کنید که به او ضرر نرسیده او را یافته گیرم. او را برگردانم. خانم فریده من عریضه‌تان را قید نمودم. پلیس ها را میفرستم. یگان نویگری شد به شما خبر میدهم. به فکر من به شما فهمانیده نتوانستم. دخترم در دست آن آدم است میگویم. چرا هیچ کار نکرد آرام نشستید؟ همه چیز راه و اصول خود را دارد. غیر از این تنها دختر شما گم نشده است. ما در اینجا بیکار نیستیم. وظیفه‌مان را اجرا میکنیم. شما باشه صبر نموده انتظار میشوید. صبر میکردم. صبر گفتن آسان است. فریده اون طرفش وظیفه پلیس است. اگر خواهی تو را به خانه برم احوالت خوب نمی نماید. رفتیم. من به هیچ کجا نمی روم اکای کمان. تو از دخترم یگان خبر نشنوم نمی روم. در نظرم یک بیموری هست. به ما فایده می‌آورد. باز کاری بی فایده نکنیم. اگر فایده نمیداشت به تو زنگ نمیزدم، لیکن باید زود او رو بری. به من گوش کن. میبینم تو به این کار عادت کرده.
این بیماری گفتگی از صاحب ندارد. باز به سرمان بلا نآورد. چند روز باز کسی به سراغش نیامده است. نامناسبش هم معلوم نیست، یعنی به صحیح. خوب مایلش، لیکن تو با دقت باش. مبادا اگر کاری خطا کنیم اکای قهرمان به ما رحم نمیکند. تو چی گپ رو نمیفهمی مگر؟ من به تو گفتم که خاطر نشو. من همه چیز رو آماده کردم. تو این وقت به خطاگی رو داده بودم. نو به هر حال احتیاط کن. میدونی من چیکار میکنم؟ ورقه بیماریشون رو عوض میکنم. یعنی زنی رو که به شما بدهم گمان میکنن که حالا هم در بیمارخانه خوب است. مشکلی نمیخواهم. تو باز هم با دقت باش. مایلش تو پیش از اومدنت خبر دی تا اینکه من برای تو خلعت سفید آماده کنم.